دریاچه مهالو، نگینی سرخرنگ در جنوب شرقی شیراز، یکی از زیباترین و مهمترین دریاچه‌های فصلی ایران. دریاچه‌ای که در کنار جلوه‌های طبیعیش نقشی کلیدی در تنظیم اکوسیستم جنوب کشور ایفا می‌کند. این دریاچه در دوران پرآبی میزبان گونه‌هایی از پرندگان مهاجر نظیر فلامینگوها، درناها، مرغان دریایی و مرغابی‌ها است. و همچنین این دریاچه با جذب توریست نقش مهم و اساسی در رونق اقتصادی مردمان محلی آن منطقه دارد. به دلیل وجود جلبک‌های خاص، آب آن در فصولی از سال به رنگ سرخ مایل به صورتی در می آید و خود به یک زیستگاه خاص و ارزشمند بدل می شود. اما اهمیت مهالو تنها در ظاهر چشم‌نوازان نیست. این دریاچه نقش اساسی در تعدیل دمای منطقه، حفظ رطوبت خاک، جذب گرد و غبار و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی دارد. در واقع مهالو یکی از شش‌های زیستی جنوب ایران به شمار می‌رود. اما این دریاچه در سالهای اخیر به طرز نگران کننده‌ای رو به خشکی رفته است. خشکسالی، افزایش دمای هوا، برداشت بیروی از منابع آب زیرزمینی و دخالت‌های انسانی و همچنین حفر چاه‌های غیرمجاز توسط کشاورزان بومی در زمین‌های کشاورزی از جمله عوامل مؤثر در این بحران‌اند.